به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبایی شروع میکنیم. کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی صدرالمتعلهین که در تهران در سال 1395 در فروردین ماه به چاپ 13 رسیده و توسط نشر روزبهان چاپ شده. این کتاب شامل 16 فصل هستش که با مقدمه ای از آقای نادر ابراهیمی شروع شده. من مقدمه رو برای شما میخونم و سپس با همدیگه کتاب رو شروع میکنیم. با من همراه باشید. یا حق، مدتها از خویش میپرسیدم این کتاب کوچک درباره مردی بسیار بزرگ را حق است به چه کسی یا چه کسان پیشکش کنم تا باز در حد مقدورات خویش ادای دینی کرده باشم به تنی یا تنی چند از آنها که دینی بر گردن من دارند و نمی رسیدم به پاسخی که یکسر خوشنودم کند. حال که بسته می شود این نامه و همچون پایان نامه است بر زندگی مخلص عاشق دامن از دست داده فرهنگ پیوسته پویای ایرانی، باور دارم که بر عهده وجدان من است که مردی در تبعید ابدی را هدیه کنم به جملگی پرچمداران جشنواره فرهنگی ملا صدرا. و اگر این اثر در برابر آنچه ایشان برای ملا کردند و میکنند کوچک است، باید اقرار کنم که در زندگی من چیزی بزرگتر از این برای پیشکش کردن به چنان بزرگان وجود ندارد. پس مردی در تبعید ابدی را پیشکش میکنم به استادم حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای، ریاست همایش فرهنگی ملا صدرا، که بدون راهنمایی‌های ایشان و بدون بهره‌گیری از شرحی که ایشان بر زندگی ملا نوشتند و حامل نکات تازه‌ای درباره ملا صدراست، نوشتن این اثر به هر حال برایم ممکن نبود. آنگاه پیشکش می‌کنم به حضرت دکتر یاسیپور کفیل همایش که فراخوان من برای نگارش این اثر و هدایت کننده من بودند و دانش همه جانبه و گسترده ایشان اسباب حیرت من بوده و هست. آنگاه به برادرم محمود احمدی، یار و همراه خوبم در تمامی ماه‌هایی که روی این اثر کار می‌کردم. آنگاه به آقای پدرام سعید، دانشپژوه جوان که گام به گام کمداشت‌های مخلص را در هر زمینه که بود برطرف کردند و بارانی از یادداشت و رساله و توضیح بر سر من باریدند. آنگاه به برادر مومن و دلاورم محمد علی مقدمفر، نه به عنوان ناشر این اثر بل به عنوان حامی جدی من در دورانی به راستی دشوار، و در پایان تقدیم نامه عریض می‌خواهم که این داستان را به یکی از بهترین یارانم در این سالهای سختی که گذراندم، حضرت حجت الاسلام زم، پیشکش کنم. بیمی ندارم از اینکه بگویم در لحظه‌هایی اگر ایشان نبودند من با همه سرسختی، یک دندگی، خیره‌سری و قدرت مقاومتم بسیار بیم از پای در آمدنم میرفت. برای نگارش این جزوه که البته داستان است نه عین واقعیت و هیچ داستانی عین واقعیت نیست و اگر باشد واقعیتی است مستقل و دیگر به قدر بضاعت به راستی ناچیزم سود بردم از هر آنچه که به زبان فارسی تألیف و ترجمه از حضرت صدرالمتعلهین در دسترسم بوده و نیز بسیاری از کتب، رسالات و مقالات که درباره آثار و نظرات ملا و در شرح و توضیح آنها نوشته شده و توانایی مطالعه و درک مفاهیم آنها برایم وجود داشته است.
بنابراین مدیون ابدی بزرگانی چون علامه سید محمد حسین طباطبایی، سید جلال الدین آشتیانی، سید جعفر سجادی، مهدی حائری یزدی، سید حسن نصر، سید هادی خسروشاهی، دکتر احمد شفیعی‌ها، دکتر محمد جواد مشکور، هانری کربن هستم. هر آنچه از سخنان ملا و دیگران نقل به معنا کردم داخل نشان نقل قول نگذاشتم. همچنین به نام شاعرانی که از شعرشان سود جسته‌ام اشاره‌ای نکردم و از این بابت طلب بخشش دارم. نادر ابراهیمی 26 فروردین 1375. خب با همدیگه میریم که فصل اول رو شروع کنیم و تا هر جایی که زمان به من اجازه بده این کتاب زیبا رو برای شما میخونم. اسم فصل اول هستش راه. آقا خسته ایم و بیمار. تن دختر نورسیده‌ام در تب میسوزد. شکایت نمی کنم و تا این لحظه میدانید که گله نیز نکردم. با شما بودن چون شما صبور بودن را میطلبد. اما به خاطرتان میآورم که ما هاست آواره ایم آقا. از هیچ سو به هیچ سکونتگاهی راهی نیست که اگر باشد هم مسدودش کردند. مگر شما آقا چه گفته اید و چه کرده اید که دشمنانتان به چنین عذابی مهمانتان کردند؟ بانو، زمانی که با زمانه خیش نساختی و با مسندنشینان و انبران ایشان کنار نیامدی و آنچه را که جاهلان میگویند جاهلانه باز نگفتی، لاجرم به تبعید ابدی روح گرفتار خواهی شد. حتی اگر در کنج منزلی در شهری ساکن باشی و اگر بر نپذیرفتن پای فشردی آواره‌ات خواهند کرد یا به زندانت خواهد انداخت و به دارت خواهند کشید. شرمگینم بانو که این جنگ را من آغاز کردم و سهمی عظیم از عذابش به تو میرسد و به این طفلکان معصوم. آقا من اگر شریک ذره‌ای از کوه دردهای شما نباشم چگونه بستانکار سهمی از سربلندی‌های شما باشم؟ من تنها حیرتم را نشان دادم و به صراحت از اینکه اگر چنین کنند که تا به حال کردند بیشک کویر کشمان خواهند کرد با شما سخن گفتم. نه بیشک بانوی من، بل شاید کویر کشمان کنند و نه آنها که اراده خداوند شاید بر این تعلق بگیرد یا گرفته باشد. ملا محمد به زمزمه‌ای آهنگین افزود: خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. ملا محمد صدای شیرینی داشت و زمزمه اش به دل می نشست و کلامش هم عابر همین رهگذر بود که طلاب را آنگونه خوش می آمد. اما بانو پیش از آن خسته بود که در آن راه پرغبار به صورت بی نهایت دلبسته زمزمه‌ای شود. در حیرتم که چگونه مردی چون شما که چنان پرشور از اختیار سخن می گفت حال به جبر مطلق رسیده است. آیا این شرایط دشوار فرا اراده آدمی نیست که آدمی را چنین به قبول بی اختیاری وادار می کند؟ ملا محمد لبخند زد. همسر آگاه بر اصول و حکمت داشتن هم عذابی کم از آواره شدن در کویر نیست. بانو لبخند زد. او شوخ طبعی‌های ملای محبوبش را خوب می شناخت، همچنان که ذره ذره خلقیات او را. و باز یادش از آن مکالمه شیرین نخستین آمد. سلام ملا. سلام بانو. ملا دمی نگاهش به چهره مهتابگون فاطمه افتاد. تبارک الله. برادرم در محضر شما درس می‌خواند. کاش که همشیره برادرت در محضر بنده درس می‌خواند. خجالت دارد ملا. بگذار باب آشنایی باز شود، آنگاه شوخ طبعی کن. امروز که خریدار دارد باید فروخت. فردا دیگر کسی چه می‌داند که کالای شیرین زبانی هم مشتری دارد یا ندارد.
راه باز دو شاخه شد. محمد ایستاد. همسرش ایستاد. فرزندانش فرو نشستند. همراهان جوانش نیز. خداوندا، راه دو، ما در حکم واحد. بر سر دوراهی می‌گذاریمان که چه کنیم؟ آنگاه که هیچ یک از دو راه را نمی‌شناسیم و از پایان هیچ کدام خبر نداریم. بانوی بنده می‌گوید که بد روزگار غدریمان کرده است و ما را به انکار آن همه اختیار که به ما بخشیدی واداشته است. خداوندا مگذار. چو کردی چراغ مرا نوردار، از آن باد مشعل کشان دور دار. رهی پیشم آور که فرجام کار، تو خشنود باشی و من رستگار. بانو نشست. آقا، غذای روح آیا می تواند به غذای جسم تبدیل شود؟ غذای حلال از هر نوع به هر نوع قابل تبدیل است. پس در این هوای سوزان زیر سایبان شعر بنشینیم، تشنگی کویری را با نوشیدن شعر تسکین بدهیم و قطعه نانی از شعر در کف دست بچه‌هایمان بگذاریم. ملا هیچ نگفت، هیچ نداشت برای آن لحظه و آن شرایط که بگوید. دختر کوچک ملا محمد ناگهان دید که انسان گونه‌ای از قلب کویر می‌آید. رقصان و مواج و تکه پاره شونده، پشته خاری گویی بر پشت، به هوا پران و لرزان و چرخان. پدر، پدر، آن چیست که می آید از آنجا از ته کویر؟ آه، شاید که خارکن راهشناسی باشد، شاید که تبدیلی. دل نبندید که باز هم خواب است و سراب. بانو، دو تن در یک زمان که یک خواب نمی بینند و اگر سراب باشد هر سراب خبر از واقعیتی می دهد، دور یا نزدیک. حرکت واقعیت را جابجا می کند. پس به استقبال این واقعیت برویم پیش از آن که به خیالی تبدیل شود. طلاب جوان برخاستند در سکوت. فصل دوم، غرق شیرین هستش اسمش. ابراهیم شیرازی با چهره قدرتمند و چیره اما قدری گرفته و فشرده سحر در دالان خانه قدم زد. با صدای به امن چند بار سینه صاف کرد و از لای در دهان گشوده اتاق محمد را دید و سینی مسین در حکم شمعدان را. آه، این همه شمع، این همه. ابراهیم چرخید و به همسر نگران خیش نگاه کرد با سرزنشی بیدلیل. از دید پدران گویی تمام معایب از مادر به فرزند میرسد، همه محاسن از پدر. ابراهیم باز نگاه از لای در گذران و بر محمد انداخت. محمد، بیدار نمیشوی؟ سلام پدر، بیدارم. بر نمیخیزی؟ برخاسته بودم، تازه به بستر آمدم تا کمی استراحت کنم. خواب دم صبح در این فصل خوش نیمه سرد لذت غریب دارد پدر. محمد قدری بی‌پروا بود یا بی‌دغدغه و این رسم آن روزگار نبود. ابراهیم دوست نداشت که سر پاسخهای گهگاهی پسر بالا باشد و همین دلیل از گفتگوی با او اکراه داشت یا بیم. گرچه محمد آموخته بود که در نهایت ادب سخن بگوید و در ادب بی اضطراب برای مخالفان کمتاب زهری هست. محمد هنوز با چشمان بسته سخن می گفت. می دانست که اگر دیده بگشاید آفتاب بیرحمانه از پنجره بر چشمان خسته او هجوم خواهد آورد. اما چاره‌ای نبود. لای چشمها را آهسته باز کرد و آهسته گفت: عاقبت این نور مرا کور خواهد کرد. پدر در را تمام گشود با چاشنی خشونت. این نور نه محمد، نور عاقبت تو را کور خواهد کرد، چه از خورشید باشد چه از شمع و چراغ. تو این همه شمع را از کجا می آوری که شبها تا طلوع می سوزانی به خاطر آن نوشته ها؟ من
پدری دارم که از حکام صاحب نام اقلیم فارس است و وسعت کشتزارهایش مشهور خاص و عام و ثروتش حسرت برانگیز خلق عظیم. از کیسه چنین بزرگی شمع بسیار افروختن و دانش بسیار اندوختن گمان نمیبرم که جرم باشد. من از مال حلال تو شمع میخرم پدر، تا کسب حلال شمال سازان بازار رونقی بیابد و کسب کرایه دهندگان کتاب و کسب محمد فرزند ابراهیم که کاش چیزی جز علوم عقلی و نقلی نباشد. من پدر نامهربانی نیستم محمد و بازداشته به خشونت را هم دوست نمی دارم، اما بدان که کتاب دریایی است و نوجوان اسیر کتاب به دریا زده‌ای ناآشنا با شنا تو بیشک غرق خواهی شد. غرقی است شیرین ترین غرق اگر مقدر شود. هنوز بر ساحل ایستاده‌ای و از غرق شیرین سخن میگویی؟ هنوز شوری و تلخی دریا را نچشیده‌ای و خوف فرو رفتن را حس نکرده‌ای؟ اضطراب در قلب مادر محمد برپا ایستاده بود. او همیشه از گفتگوهای همسر و پسر خویش دلنگران بود. محمد نشست، ایستاد و گفت به حرمت عشقی که به دانستن دارم بگذار این شوری، تلخی و خوف را حس کنم پدر، خواهش میکنم. هیچ پدری به چنین خواهشی پاسخ مثبت نمیدهد. من نیز. ابراهیم رنجیده به راه افتاد. پیش در ایستاد. تاب نیاورد که شمشیر را زخمی نزده در غلاف فرو برد. محمد از همه این حرفها که بگذریم چیزی را قطعاً باید که به خاطر بسپریم. هدف دانش نیست، حضور است و اقدام، پیوستن به خلق و خدمت به مخلوق، نه بریدن از جهان ملموس و محسوس و فرو رفتن در خویش. سودمندی های حضور را فرو نهادن جرم است محمد و تو از پی هر خواندنی با چشم باز یا بسته به رویاهای دور می روی. فقط به رویاهای دور. از تو برای خاک و خلق خدا جز لاشه‌ای نمی ماند. کاش می توانستی خودت را در آن حال ببینی. کاش می توانستی باری به هنگام فرو رفتنت در وهم آینه قدی در برابرت نهادم. به گمان اینکه لحظه خیشتن را در خواهی یافت و به خود باز خواهی گشت در آن سفرهای وهمی که می کنی و تو ندانسته بر آن آینه پای زدی و آن را شکستی. محمد، من حاکم بخشی از این ولایتم و وزیری مقتدر و کسی هستم که همگان به سلامت عقل قبولم کرده اند و مرا اندرزگوی راهگشایی که خلاف نمیگوید و سنگ نمی اندازد دانستند. اما تو تنها تو هستی محمد که کلام پدرت را نمیشنوی و پدرت را نمیپذیری به ذره‌ای. هر فرزندی از پدر در میگذرد تا خود پدر شود و فرزندانش از او درگذرند. رنجیده نباش پدر. تو نیز گرچه احترام پدرت را بسیار نگه می داشتی، او را حاکم بر مقدرات خویش نکردی که اگر کرده بودی حال از وزیران والا مقام خطه شیراز نبودی، بل در تاکستانهای گرداگرد شیراز انگور میچیدی و در خرد جنگهای سلاطین سربازانه شمشیر میکشیدی. پدر، فرزندان اگر تهی مغز و خطاکار نباشند به راه خویش میروند، هرچند از چشمه ایمان پیامبران مینوشند که اگر چنین نبود و فرزندان طریقت پدران را میپذیرفتند و پدران نیز طریق پدران را و هر نسل به متابعت از نسل پیش قدم برمی‌داشت، جهان امروز جهان ما قبل تفکر و تعقل و حکمت بود. جهان آدمی زادگان بریده از جان در جستجوی ناپختنان، جهان نخستین گناهان، جهان تمرد از حق و سقوط از پایگاه
کروبی. پدر، انسان در معبر تاریخ می آید، می رسد، می گذرد. از حرکت ماندگان و پیوسته نشستگان خستگانند و خستگان مرشدان خوبی نیستند. پدران باید همگام فرزندان خویش شوند و یا فرصت بدهند که فرزندان به راه خود بروند. چاره‌ای نیست پدر، چاره‌ای نیست. ابراهیم حیرت زده به محمد 16 ساله نگریست. حیرت زده در تعلیق. ابراهیم مردی صاحب سواد و اهل کتابت بود. با دانشمندان و حکیمان می نشست و به سخنان ایشان گوش می سپرد. اما ادراک سخنان آن نورسیده جوان که در پرتو هزاران شمع انبوهی از کتابها و رسالات بزرگان حکمت و دیانت را خوانده بود برایش دشوار می نمود و می اندیشید که اگر من سخن او اندر نمی یابم شاید علل اصول سخنانی اندر نیافتنی بر زبان می آورد. پرت، مغشوش، بی‌معنی، شاید به جنون. تو را نمی شناسم محمد، تو را نمی شناسم و همین مرا به درد می آورد. تمرد نمی کنی تا تنبیهت کنم. طاغی نیستی تا به زندانت بیندازم. بی‌ادب نیستی تا ادبت کنم. با این همه با من نیستی و مرا به روح خیش راه نمی دهی. به نیت پیریزی ارتباطی مطبوع هرچه خواسته‌ای فراهم کردم و می کنم و به نسبت آنچه فراهم آورده ام و می آورم از تو دور و دورتر می شوم. استاد طلبیدی تا خواندن و نوشتن بیاموزی، پذیرفتم و به محضر بهترین ها فرستادمت. به مکتب نشستی و در مکتب غرق شدی. دم نزدم. حال دیگر از حال خود چه خبر داری و از حال پدر که پیر است و بارکش جماعت و عصایی باید تا او را برپا دارد؟ تو چندان پیر نیستی که به عصایی محتاج باشی و من چندان استوار نیستم که عصایی باشم پدر. برای خیشتن عصایی بیاب. اگر این قطعه چوب به گاه راه رفتن و سخن گفتن بر شوکتت می افزاید که من خود در آغاز راه عرق ریزان زیر بار هزاران سؤال خمیدم بی آنکه قادر باشم بی یاوری دیگران قدمی بردارم. پدر از پیش در باز می گردد، دل مادر محمد باز می لرزد. نه میل به مداخله و مشارکت در بحث را دارد، نه تاب تحمل ایستادن پسر را در برابر پدر. یگانه فرزندی که در آستانه کهولت اولیاء خیش از راه رسیده، بیش از آن ناز پرورد تنعم است که بتوان به آسانی بر او تاخت و انتظار بازتاخت او را نداشت. ابراهیم روبروی محمد می ایستد و او را بد می نگرد. محمد سر فرو می افکند. او خیره سری در معنا را طالب است، نه در صورت را. اهل مرافعه نیست. به اجبار به مقابله کشیده می شود و به اکراه تن به مقابله می سپارد. پدر مدتها در برابر پسر می ایستد و زهر خشم ذره ذره فرو می دهد. مدتها. سخنی اما تندتر از آنچه بر زبان رانده در چنته ذهن زخم خورده ندارد یا دارد و هنوز بریدن رشته باریک ارتباط را صلاح نمی داند. پس می گردد و می رود و در را آرام آرام همچون مردی نه حتی مختصری به جان آمده در قفای خود می بندد. آرام آرام. محمد زیر لب به مادر می گوید این زیباترین کاری بود که می توانست بکند. حرفی برای زدن داشت که نزد. رشته ای را که به تار مویی بسته است پاره نکرد. چرا که می داند این رشته از آنها که تن به گره بسپرد تا فاصله را کوتاه‌تر کند نیست و نخواهد بود. محمد می شود که همین باشی، همینقدر آگاه و مسلط و فهیم، اما اینقدر تلخ نباشی. می شود که به راه خود بروی و در این راه سنگ به سوی آنها که به راه تو نمی آیند نپرانی و قلبهایشان را به درد نیاوری. می دانی پسرم، می شود حرفی خلاف آنچه همگان به غلط می گویند گفت، اما آنگونه به ملاطفت گفت که همگان بپذیرند و تحقیر نشوند،
نه آنکه همگان برانگیخته شوند و به مقابله برخیزند. کلامی است بزرگ مادر، کلامی است بزرگ. ای کاش همین سخن کوتاه تو را بتوانم تمام عمر حلقه گوش روح خیش کنم. ای کاش. انسان برای توانستن خلق شده است محمد، نه نتوانستن. اگر خواست خدا بر ناتوانی انسان بود، از اصل انسانی خلق نمی‌کرد. فصل سوم. چند ورق از تاریخ غم. سلاطین می آیند و می روند. فرهیختگان آفریننده می آیند و می مانند. آنها شهوت ماندنشان هست و نمی مانند. اینها شوق رفتنشان هست و نمی روند. شاهان گویی که مسافرانی شتاب زده اند، کاروانیان از بیم حرامیان، خواب از شبها و شادی از روزهایشان گریخته. فرهیختگان آفریننده از آنجا میمانند که میسازند، اما بدا که رسم چنان بوده است که آنچه فرهیختگان آفریننده میسازند به اسم شاهان نافرهیخته مسما می شود و به همین سبب است که اکثر آثار تاریخی نام سلاطین را بر خود دارند، نه سازندگان را. سهل است که اغلب کتاب‌های ناب اهل علم و حکمت و هنر نیز ناگزیر به شاهانی پیشکش شده است که در تمام عمر علیه علم و حکمت و هنر جنگیده‌اند. سلاطین صفوی نیز غالباً تازان می آمدند و شتابان می رفتند. انگار جاماندگانی از قافله اند که قشونی قدارکش در تعقیب ایشان است. جملگیشان پیوسته نگران، نامطمئن، شکاک، کژبین، در بیم از قفا که مبادا هر لحظه خنجری در پشتشان فرود آید، در خوف از پیش رو که نکند هر دم میله سرخی در چشمانشان فرو رود یا تیری زهرآلود در سینهشان بنشیند. 4 سلطان صفوی معاصر قهرمان بزرگ داستان ما، محمد قوامی شیرازی، ملا صدرا صدرالمتعلهین بودند. طهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده و شاه عباس اول. و من درباره هر یک از ایشان به اکراه چند کلمه میگویم، الا شاه عباس که حریف قدر ملای ماست و میماند شاید تا پایان داستان. طهماسب اول از 930 تا 984 54 سال فرمان روایی کرد، گرچه فرمانش هم رانده نمیشد. در این عصر بلند خاکساری خاک وطن پیوسته دردمند تهاجم اجانب بود، چندان که سرانجام طهماسب اول با تن سپردن به صلحی از سر ذلت در سال 962 بخش‌های بزرگی از ایران بزرگ را به عثمانی‌ها واگذاشت تا خود بتواند شیره زرین زحمتکشان وطن را بمکد و سکه بر سکه بیفزاید. طهماسب اول گفتند که عاشق طلا بود و هیچ شفقت بو نکرده بود، همچون بسیاری از سلاطین. کندن پوست مخالفان چندان که در هیچ کجا پارگی پدید نیاید و سوزاندن ایشان در قفس‌های تنگ آهنین از بازی‌های این سلطان باخته بود. طهماسب اول که مرد، مخبط مجنونی که اسماعیل دوم نام گرفت بر سریر ستم نشست، با مردریگی از خلقیات خوش پدر خیش. اسماعیل دوم تنها 1 سال بر این تخت لق نیم نشسته ماند و در این 1 سال نیمی در سال 984 نیمی در 985 در هرزگی به مظهری بی‌بدیل مبدل شد و در میخارگی و بدکارگی و افیونکشی و عیاشی نمونه کامل یک سلطان. در دوران کوتاه ستمگری او هر کس که مالی داشت از پا درآمد و یا بار برداشت و گریخت و مردم عادی جز اندوه هیچ نداشتند. اسماعیل دوم از پی زیاده روی در میخارگی و مصرف تخدیر کننده ها در اشرتکده‌ای از آن یک دوست به ذلت جان داد
با سمی مهلک و از شرش خلاص شدند. یاد ناتوانی‌های طهماسب اول و جنایات اسماعیل دوم را نسیم نسیان گرای زمان با خویش برد و به دنبال ایشان محمد خدابنده آمد و از شیراز به قزوین رفت و آنجا را مقر حکومت خویش قرار داد تا شاید خجلت اعمال اسماعیل دوم را شب و روز در اقلیم فارس احساس نکند. محمد خدابنده هنوز به خیال خویش شاه بود که فرزند بسیار جوان او عباس میرزای 18 ساله از خراسان به قزوین رفت و به کوشش تنی چند از سرداران قزلباش بر کرسی سلطنت نشانده شد. به سال 996 محمد خدابنده در میان سلاطین صفوی از معتادان و بدکاران حرفه‌ای نبود، اما توان فرمانروایی نداشت و میدانست که ندارد. از همه سو مورد حمله دشمنان خودی و بیگانه بود و ناتوان از مقابله با ایشان. نه قدرت جنگیدن در چندین جبهه را داشت، نه شوق این کار را. زندان آسایشگاهی امن و دلنشین برای او بود و عباس میرزا پدر خویش محمد خدابنده را به قلعه قهقهه انداخت که زندانی خوف‌انگیز بود و منزلگاه موقت همه مردان مقام طلب آرزومند سلطنت. عباس میرزا را که گفتیم که سرداران قزلباش به پادشاهی رساندند، اما او شاه که شد هوش شاهانه خویش را فی‌الفور بروز داد و فرصت نداد که زیر دیناورندگان خود بماند. در برابر قشون تسلط طلب قزلباش سپاه بیتاب شاه سمن را علم کرد و این دو نیروی قبیله‌ای را به نبردی خونین برای کسب قدرت اول کشاند و طبیعتاً هر دو گروه را بعد از مدتی کوتاه به استیصال و زانوزدگی در برابر خود. شاه عباس از وحشت آنکه دیر یا زود همچون پدر مسافر محبس قهقهه شود، برادران و پسران خود را یک به یک از پای درآورد و کور کرد و نزدیکان زورمند خویش را به همسایگی محمد خدابنده فرستاد تا در آنجا جمعشان جمع خاطر بخشی باشد و نقل محفل شبهای شاهانهشان دانه‌های زنجیر. محمد فرزند ابراهیم قوامی شیرازی در سال 980 4 سال مانده به پایان سلطنت غم‌انگیز طهماسب اول و 2 سال بعد از تولد عباس میرزا در خانواده‌ای که سالیان سال انتظار فرزند کشیده بود به دنیا آمد. ابراهیم پدر محمد در زمان سلطنت خدابنده در شیراز مقام وزارت و مشاورت یافت و حق حکومت بر پاره‌هایی از اقلیم فارس را. چنین بود تا گاه مرگ. زمانی که خدابنده بر تخت نشست در سال 985 محمد کودکی 5 ساله بود، برخوردار از رفاهی تمام. یگانه فرزند بود و عزیز اولیا و در سال 996 که شاه عباس تخت سلطنت را تصاحب کرد، محمد نوجوانی بود حدوداً 16 ساله و سخت بدپیله. برای هرچه بیشتر یاد گرفتن فارسی، عربی، مسائل دینی، حکمت و حتی طب و ریاضیات. انگار کنک فرو رفته بود و در اعماق دریای فارس برای بیرون کشیدن مروارید غلطانی مطلقاً منحصر که چنین نیز کرد، گرچه در تمام عمر گرفتار نفس تنگی آن سفر بلند به اعماق دریا بود. شیراز 997 بهار، عطر میبارد از درختان خطه شیراز، رنگ فواره میزند از باغ‌های گل شیراز. روز خوبی است برای سبکبار رفتن و هیچ غم روزگاران نداشتن. ابراهیم اما دل گرفته بود و مشوش و قدری شرمگین از اینکه هرگز نتوانسته بود و نمیتوانست با فرزند یگانه خود به مقر حکومت برود و به داشتن پسری چنین کمسال اما اهل علم و حکمت و دین سخت بفروشد.
ابراهیم میرفت و در دل مغموم خیش با محمد در گفتگو بود و گفته ها باز میگفت و باز تا به بهترین کلام دست یابد و آن کلام را آماده گویی در کام نگه دارد تا باز اگر گفتگویی پیش آمد که البته می آمد و از آن پرهیز نبود تا به روبرویی با چنان پسر خیره سری را که تا آن حد بر زبان و اندیشه تسلط یافته بود بیاورد. ابراهیم در جمیع فرصتها تدارک این گونه مکالمات را به امید یک بار چیرگی میدید، اما در عمل مسیر مکالمه هیچگاه به آن سو نمی‌رفت که او آرزو می‌کرد، بل راه به جایی می‌جست که حسرت بر بلور نازک دل ابراهیم بیندازد و آن بلور مخدوش را باز خدشه‌دارتر از پیش کند. تا کی آن هزار خشم برداشته تا به فشار بیشتر نیاورد و رها شود و هزار تکه شود. محمد سحر که به نماز می‌ایستی گهگاه صدایت گرچه خوش است بیش از اندازه بلند می شود. نمازت را اگر برای خدا می‌خوانی بدان که او بی صدا نیز می‌شنود و اگر برای همسایگان می‌خوانی بدان که از نظر عقلای ایشان بانگت را هرچه بلندتر کنی کوتاه‌بین‌تری. عبادت کاری است که انسان در خلوت می‌کند و به زمزمه یا در دل نه به فریاد. از اینکه ارشادم می‌کنی سپاس می‌گزارم پدر، اما رخصت بده نکته ای را هم شاگرد به استاد بیاموزد. سحر که به نماز ایستاده بودی صدایت را هیچ نشنیدم. نمازت را با صدای بلند بخوان پدر، آنقدر بلند که مجاز است و مقبول، با خلوص اما بلند و خوش آهنگ و دلنشین تا همسایگان صدایت را بشنوند. اعتقاد جهان را آباد خواهد کرد و صدای رسای مرد معتقد صدای اعتقاد است نه عربده ریا. و اگر حق بود که جملگی عبادات در خلوت و خاموشی انجام گیرد و به زمزمه یا در دل از آن را بر بلندای مناره ها نمی گفتند، با صوت بلند دلنشین پرطنین و اعتبار نماز جمعه جماعت را مولای متقیان جهان 100 بار بیش از نماز در خلوت نمی‌دانست و خداوند مقرر نمی‌داشت که جملگی مسلمانان که حج برایشان واجب است در یک روز گرد هم آیند و به فریادی جهان لرزان از گناه و جرم و کفر براءت بطلبند. پدر، آموزگاری دارم که میگوید آنگاه که با خداوند دو عالم و همه عالمیان سخن میگویی با صدایی بلند بگو و آنگاه که با خدای خیش راز و نیاز میکنی با چنان صدای بی صدایی بگو که اگر روح میگوید جسم نشنود. فرق است میان سخن گفتن با خداوند دو عالم و خداوند دل. امیدوارم که از این روایت بسیار زیبا و از این نثر بسیار زیبای آقای نادر ابراهیمی خوشتون اومده باشه و دیگه به من زمان اجازه نمیده که بقیه کتاب رو برای شما بخونم. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما این کتاب رو تهیه کنید و خودتون حالش رو ببرید. من بیتی رو از استاد ملا صدرا برای شما میخونم و وایس رو تمام میکنم. یک نفس از عمر بود باقیم، حیف بود اگر به سر آرم به غم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.